به نام خدا. سلام دوستان عزیزم، وقتتون بخیر باشه. پادکست صدای سکوت امروز رو با کتاب داستانی و رمان از آقای دکتر محمد حنیف شروع میکنیم. اسم این کتاب این مرد از همان موقع بوی مرگ میداد. در سال 1395 این کتاب چاپ شده توسط ناشر اسم ناشر هستش و روایت بسیار زیبایی در 4 فصل هستش که خیلی به نظر من داستان عجیب و قشنگی داره. حتی اگر تخیلی هم هست ولی یه تخیل زیباست. امیدوارم که این کتاب رو دوست داشته باشین، از نثر این کتاب خوشتون اومده باشه وقتی که بخونم و بتونین برای خودتون تهیه کنین و کل داستان رو بخونین. کتاب آقای حنیف همراه با تخیل، مقداری رئالیسم، مقداری جادو و مقداری طنز هستش و نثری که شاید ما رو به قدیم ها ببره. با من همراه باشید که کتاب رو شروع کنیم. فصل اول، دختر سرهنگ. پدرت گفت منصرف بشی میفرستمت کینگز کالج لندن، جایی که همیشه دوست داشتی بری. وقتی در جوابش دندانهایت را روی هم ساییدی و فکت را جنباندی، سرش را گذاشت روی فرمان جیپ آهویش. صدای نفسهای بلندش با ناله برف پاک کن ماشینش قاطی شد و مثل چکش فرود آمد روی اعصابت. مادرت برگشت نگاهت کرد و سری جنبان و دستی روی موهای جوگندمی شوهرش کشید. بخار شیشه را پاک کردی و عبدالله را دیدی. کاپشن و شلوار لی آبیش را پوشیده بود با همان بلوز زرشکی مانتیگل. به دیوار کاهگلی تکیه داده بود، دستهایش را بغل زده و یک پایش را بالا آورده بود و چسبانده بود به دیوار. دانه‌های برف مثل پر چرخ می‌خوردند و می‌افتادند روی موهای فرفری و سیاه سر و سینه‌اش. با دیدنت طره سفید مادرزادی جلوی سرش را بالا و پایین برد و با چشم‌های خرمایی درخشانش چشمکی برایت پراست. نگاهت را از شیشه که دوباره داشت مات می‌شد گرفتی و به پدر دوختی که سرش را از روی فرمان برداشته بود و با چشمان اشکبار از سوی آینه نگاهت می‌کرد. نگاهی که میان غرور و دلسوزی مردد بود. صدایش شکست. خوردن این خمره عسل فوقش 4 ماه طول میکشه. تهش میرسی به گفت دختر کله شق، از من بشنو و نرو. بیچاره با زبانش تهدید میکرد، با چشمهایش التماس، اما تو مست عشق عبدالله بودی. مغرور جوانی و شادابی. صدایت را بلند کردی، پرتحکم و قهرآمیز. مامان! همین کافی بود تا درهای جیپ آهو باز شوند. پا بر پیاده روی پر از برف بگذاری. پدرت یقه پالتوی خردلی رنگش را بالا بکشد و صورت تازه تیغ زده اش را لای آن بپوشاند. مادرت چشمهای سیاه خیسش را پشت عینک دودی پهنش پنهان کند. پالتوی پوست روباهش را دور قامت بلندش بپیچد و بخزد پی پدرت. از پله‌های محضر بالا بروید. شناسنامه‌ها را بدهید. پدرت با همان چشمان نمناکش اجازه عقد تو و عبدالله را صادر کند. صیغه عقد جاری شود. بله را بگویی و تنها مرد دلشکسته آن مجلس پول بیشتری بدهد تا عقدنامه همان روز آماده شود. پنجشنبه 24 اسفند سال 1351. ظهر که از پله‌های محضر پایین آمدی و سوز سرما مثل سوزن فرو رفت به سر و رویت، یاد روزی افتادی که برای چیدن سفره عقد سیمین به هتل هیلتون رفته بودی. ماشین جلوی در هتل توقف کرده بود و تو بیرون آمده بودی. باران ریزی میبارید. چشم دوخته بودی به آسمان و از برخورد دانه‌های سرد باران با پوست داغ صورتت لذت میبردی. لحظاتی بعد در هوای مطبوع سالن پرزرق و برق هتل بودی. آن روز اصلا فکر نمی‌کردی روزی باید که گرما و سروای هوا اهمیتی برایت داشته باشد.
جز لذتی که از آن میبری. تا 1 سال بعد که از پله‌های محضر پا به پیاده روی یخزده گذاشتی و دیدی سرما را تا مغز استخوانت حس می‌کنی. دیدی آسمان طور دیگری با تو حرف می‌زند. سرهنگ دیگر با آن چشمان مست میشیش نگاهت نمی‌کند. آذرمیدخ لب‌هایش می‌لرزد. از آن به بعد پدر و مادر نداشتی. آن 2 انسان شکست خورده 2 غریبه شدند و با ماشین خاکی رنگشان رفتند و تو و عبدالله را در پیاده‌روی یخزده خیابان پهلوی تنها گذاشتند. تو ماندی و چمدان بزرگی که لباسهایت را در آن چیده بودی. پاهای بی‌حس و بخار نفسی که با بغض از گلویت خارج می‌شد. شوهرت نگذاشت تاکسی بگیری. پول اضافی نداری. تا میدان راهن راه زیادی نبود. چمدان را بلند کرد و راه افتادی. باد سرد از پاچه گشاد شلوارت راه می‌گرفت و سر می‌کشید به تمام تنت. پیشانیت داشت از زور درد منفجر می‌شد. انگشت‌هایت سرخ و سرد و بی‌حس شده بود. همان لحظه با خودت گفتی: خدایا چطور توی این هوا برف بازی می‌کردیم و هیچ هم احساس سرما نمی‌کردیم؟ روی یکی از صندلی‌های فلزی تالار راهن افتادی و تا غروب که قطار خرمشهر را بیفتد گریه کردی. آنقدر گیج بودی که ندانستی کی قطار آمد، کی سوار شدی، کی پیاده شدی، کی به آن خانه دنگال رسیدی. تنها یادت هست که با دیدن نخل بلند تک افتاده گوشه حیاط احساست عوض شد. مثل این بود که یک همدرد پیدا کرده ای، یک هم صحبت. غم غربت را از یاد بردی، غافل از آن که ماه بعد وقتی خارک‌های تنک سبزش را روی خاک می‌دیدی از عبدالله می‌شنیدی که نرسیدن گرد نرینگی نمی‌گذارد نخل بار بیاورد. بعد در اتاق عبدالله سرت را روی متکا گذاشتی، به خواب رفتی و چند ساعت بعد را نمیدانی، اما با صدای دختری که بعد فهمیدی خواهر عبدالله هست از خواب پریدی. پاشو عروس پاشو، چقدر میخوابی؟ در لحنش غمی نهفته بود و کینه‌ای که نمیخواستی به دل بگیری. شاید فروکش کند، اما دست خودش نبود. عروس بی‌جهیزیه و این همه ناز، نوبر والا. با این حال به زودی روزهای خوشت شروع شد. در را به روی جهان و جهانیان بستید و سر در گوش هم گذاشتید و گفتید و خندیدید. زهر برهوت جنسی را بیرون ریختید و جز برای رفتن به توالت یا رفتن به حمام گوشه حیاط از اتاق بیرون نیامدید. تا اینکه هوا آن روی دیگرش را نشانت داد و در اتاق باید باز می‌ماند. از آن روز بهشت خصوصیت به روی بقیه باز شد. باید در دنیای دیگر زندگی می‌کردی، دنیایی که فاصله‌اش با دنیای پیشین تو بسیار بود. ظرفا رو باید سیمسا کنی. غریبه میاد خونه، لااقل یه لچک بنداز سرت. کم بخند، با صدای بلند نخند. حتی اگر قبول نداشتی متعلق به دنیای پیشین بودی و این را آرام آرام خود عبدالله هم فهمید. وقتی آخرین جوکش را برایت تعریف کرد، خانومه سر قبر شوهرش زار میزده. دخترات کفش ندارن، پسرت لباس گرم نداره، خودم هیچی ندارم. آبودانیه رد میشه میگه ولک این بدبخت مرده یا رفته کوبه جنس بیاره. و چون دید مثل گذشته ها نمیخندی، پی برد دیگر نباید برایت حرفهای خنده‌دار بزند. دیگر نباید در آن چهره سبزه انتظار نشاط قبر را داشته باشی و انتظار تکان دادن طره موی سفید و ابروهای پرپشت را. در عوض نوبت تو بود تا کم کم به دنیای گذشته از سر بزنی. از اینجا تا خرمشهر یا آبادان چقدر راهه؟ پوسیدم تو این خونه. میخوام یه هوایی بخورم. میخوام غروبا برم پیاده روی، برم کافتریا، تئاتر، سینما، اسکله. و عبدالله به شرطی میآمد که قید لباسهای به قول او جلف و بدن نمای خانه پدری را بزنی و تو فقط به درخواستش میخندیدی. اولین روزی که بالاخره از خانه بیرون زدی کوچه پر از چشم شد. درها، بالای بامها، پشت پنجره‌ها، هر جا که سر می‌گرداندی می‌توانستی چند جفت چشم را ببینی که دارن تو را می‌پایند. جلوتر که رفتی چشم‌ها حریص‌تر شدن و مجبورت کردن لبه دامنت را پایین‌تر بکشی و یقه پیراهنت را بالاتر. آن نگاه‌های کنجکاو علت درخواست عبدالله را به تو فهماند، اما نمی‌خواستی به راحتی عقب نشینی کنی. با اینکه غروب بود،
حرم گرمای سوزان هوا دلت را آشوب میکرد و کم مانده بود به استفراغت بکشاند. از زیر سایه گرم ساختمان‌های یک طبقه گذشتی. چشمهایی را که از آن سوی پنجره‌های بزرگ به قامتت دوخته شده بود تحمل کردی. جلوتر از کنار خانه عبور کردی که 2 نخل مادینه و نرینه شاخه‌هایشان را در هم فرو کرده بودند. نخل ماده خوشه‌های طلایی‌اش را مثل سینه‌های پرشیر زنی به رخت می‌کشید. دیدن آن 2 نخل دوباره حس قربت را نشان توی جانت. وقتی رسیدی لب جاده اصلی باد وزید و سر و رویت را پر خاک و ماسه کرد. دست بردی طرف سر و رویت و ماسه ها را تکاندی. منتظر ماندی تا مینبوس قرمز رنگ خط خرمشهر آبادان از راه رسید. سوار شدی و باز نگاه‌های حریص‌تر را روی برهنگی تنت حس کردی. نگاه‌هایی که گویی داشتند تنت را شخم می‌زدند، گازت می‌گرفتند، می‌خوردنت. از حالت آن نگاه‌ها دردت می‌آمد. از شنیدن مترک‌هایشان چندشت می‌شد. سفید 100 تومن، سرخ و سفید 300 تومن. اما باید تحمل می‌کردی. فکر کردی هر چیز تازه‌ای اوایل عجیب به نظر می‌رسد. با خودت گفتی به زودی واسه این ندید پدیدها عادی میشم. دیگه از قد و قامت بلندم تعجب نمی‌کنن و سرخ و سفیدیم رو به همدیگه نشون نمیدن. وقتی در گاراژ آبادان پیاده شدی دیگر از آن نگاه‌های حریص خبری نبود. از آن حرف‌های شرم‌آور دیگر احساس بدی نداشتی. هیچ چشمی از درز هیچ دری نمی‌پاییدت. می‌توانستی نفس راحتی بکشی. می‌توانستی دامن آبی آسمانیت را بالا بکشی، یقه پیراهنت را که با دامنت ست کرده بودی پایین. اما باید اسب برمیگشتی به محله عبدالله و باز از ردیف همان چشم‌ها عبور می‌کردی. روزهای بعد آنقدر از آن نگاه‌ها خجالت کشیدی که احساس می‌کردی داری برهنه راه می‌روی، طوری که دست می‌کشیدی روی تن خودت تا از وجود پیراهن و دامنت مطمئن شوی. رنگ آبی را کنار گذاشتی و با لباس‌های سیاه و سفید راه افتادی توی کوچه. اما آن چشم‌ها گویی در تضاد رنگ سفید پوست تو با سیاهی دامن و سفیدی پیراهن چیز تازه‌ای یافته بودند که با ولع و کنجکاوی بیشتر نگاهشان را روی تنت می‌چرخاندند. دامن و پیراهنی بلندتر خریدی و یک روسری آبی سیر سر کردی. روسری را وقتی از کوچه دور می‌شدی از سر برمی‌داشتی، اما با دامن و پیراهن بلند احساس راحتی بیشتری می‌کردی. از اولین مانع گذشتی، غافل از آن که موانع دیگری پیش رویت هست. غروب اولین روزی که از آبادان برگشتی، پای نخل تک افتاده گوشه حیاط ایستادی. دستت را به تنه زبرش کشیدی و قدری آرام شدی. سرت را رو به آسمان بلند کردی و دیدی که شاخه‌های نخل بی حرکت و خاموش سر به پایین انداختند. نسیم آرامی می‌وزید اما شاخه‌های نخل بی حرکت بود. با صدای الله اکبر گفتن پدر عبدالله برگشتی و دوباره حس غریبگی وجودت را پر کرد. زمان زیادی نگذشت تا برخورد فرهنگ‌ها از کوچه و خیابان به اتاق کشیده شد. یواش آش می‌خوری عبدو؟ نه عبدو، اینطور نه، قاشق رو بیار بالا. سرت رو نبر پایین. نه عبدو، این رنگ خیلی مسخرت. عبدو وقتی به یه خانم میرسی تا اون دستشو نیاورد جلو باهاش دست نده. عبدو. بالاخره روزی رسید که دیدی هر چند هنوز عاشقش هستی، دره عمیق اختلاف نگاهتان به زندگی با آن تذکرها پر نمی شود. آن روزها هنوز جوانتر از آن بودی که آدمهای آن حیات دنگال را آدم حساب کنی. چه رسد به اینکه رفتار متفاوتشان را تحمل کنی. نگاه خودت به زندگی را میزان همه چیز می‌دانستی و با آن میزان عبدالله را گناهکار می‌دانستی. چون موسیقی هایی را که تو دوست داشتی مزخرف می‌دانست. غذاهایی که تو می‌خوردی حالش را به هم می‌زد و نمی‌توانست بفهمد چرا با اینکه قدت از دخترهای آنجا بلندتر از کفش پاشنه بلند می‌پوشید. به تق پاشنه کفش‌هایت حساس شده بود. نمی‌فهمی همسایه‌ها رو به کوچه می‌کشونه؟ عبدو نگذاشت شادیتان به 4 ماه بکشد. از خانه زد بیرون و رفت توی نخلستان‌های آن طرف جاده دنبال سرگرمی و بازی با پسر عموهایش. کم کم دامنه بازی‌هایشان را به حیاط خانه کشاند.
اوایل از تو خجالت میکشید و بلند بلند نمیخندید. بلند بلند حرف نمیزد. اما خیلی زود رفتارش عوض شد. از وقتی دید تو هر اسب برخلاف آداب و رسومشان میروی پیاده روی بدتر شد. سرگرمی مورد علاقهش مسابقه پرت کردن آب دهان بود. استاد این کار زشت بود. آب دهانش را جمع میکرد و یکباره با فشار آن را از درز دندانهای بسته‌اش میپراند چند متر جلوتر. بعد فاتحانه مشتش را بالا میبرد و فریاد شادی سر میداد. پسرعمویش که استاد صدا درآوردن از برخورد باد زیر بغل با کف دستش بود، طور دیگری حالت را به هم میزد. چقدر غصه خوردی و آه کشیدی که زندگیت دارد بیهوده تلف می شود. جوانیت دارد برباد می رود. غرورت می شکند. هرگاه به گذشته می اندیشیدی و به حرفهای پدرت لرزه می افتاد به لبهایت و حقحقش شروع می شد. نمی خواستی شکست را بپذیری، اما لازم نبود اعتراف کنی. گذشته زمان ورقه رفوزگی را دستت می داد. یک بار پا روی غرورت گذاشتی و دست عبدالله را گرفتی و از خانه بیرون کشاندی. از محلهشان که دور شد دوباره رفت توی جلد اولین روزهای آشناییتان. سر به راه و حرف گوش کن. نگذاشتی لودگیش را شروع کند. نشاندیش روی لبه سیمانی داغ دیواره کوتاه اروند کوچک. تا خواستی به زبان بیایی موجود کوچک را نشانت داد و گفت بوشلمبو. پرسیدی چی؟ جواب داد بوشلمبو. شما بهش میگین گل خورک. مو ازی شنا کردن یاد گرفتم. حوصله آن حرفها را نداشتی. زور زدی توی چشمهایش و گفتی خوب به چشای من نگاه کن. هرچند میدانستی عشق تو و او از اولش یک طرفه بوده و تنها تو عاشق او بوده ای. اما اجازه ندادی حرفی بزند. گفتی میدونم هنوز دوستم داری؟ جواب داد خب درسته سیما خانم، ما کی باشم که؟ میدانستی هیبت حرفهای جدیت او را ترسانده و سبب شده خانم را پشت نامت بیاورد. همین حس خود کمبینیش لجت را در می‌یابد. گوش به خروش رود دادی و به اطراف چشم گرداندی. سبزی شاخه‌های پایین نهرهای زینتی و بوی خرمای رسیده که از دورترها می‌آمد حالت را جا آورد. سرت را بالا بردی و چند مرغ دریایی را تماشا کردی که به طرف اروند کوچک شیرجه می‌زدند. تماشای آن صحنه نیروی تازه‌ای در وجودت دواند، طوری که رودربایستی را کنار گذاشتی و گفتی میدونم دنیای من و تو فرق داره، نه تقصیر منه، نه تقصیر تو، نمیشه یه شبه درستش کرد. بیچاره هاج و واج نگاهت میکرد. گفتی ولی من نمیخوام شکست بخورم، میخوام تو رو از دنیات بیرون بیارم. واسه شروع باید تا میتونی از دنیای خودت فاصله بگیری. پرسید خب چطوری؟ گفتی از امروز من و تو هر روز غروب از خونه بیرون میزنیم. تنها تو و من. دوباره اون خواهر خیکید رو دنبالمون راه انداختی. از حرف خودت شرمنده شدی و از شوهرت عذر خواستی و گفتی که اگر خواهرش تو را نی قلیون صدا نمیزد زبان تو هم به آن کلمات آلوده نمیشد. قرار گذاشتید برای شروع به کلوپ افسران بروید. تا به کلوپ برسید عبدالله هی قدم سست میکرد و میگفت رفتن به آنجا بیهوده است، ما را راه نمیدهند. و تو به حرفش میخندیدی. نمیپذیرفتند تا اینکه خودت را معرفی کردی. چطور باید قبول میکردن که دختر یک افسر عالی رتبه معروف شانه به شانه آدمی مثل عبدالله در خیابان راه برود، چه رسد به اینکه چنان وسیله ناجوری را به عنوان شوهرش به نمایش بگذارد. عاقبت با آمدن رئیس کلوب شما را پذیرفتند، اما عبدالله به جای یاد گرفتن آداب رفتار در چنان جایی دائم توی گوش تو میگفت واقعا این منم اومدم کلوب، خدای شکره. در راه بازگشت شانه‌ات را به شانه‌اش چسباندی که یک بار هل کرد و کنار رفت. زیر چشمی نگاهی به دور و برش کرد. بعده خندیدی و پرسیدی عبدالله یه آرزو کن. گفت دیر شد، حالاست که مینبوسا رو از دست بدیم و مجبوریم پول سواری بدیم. دلت از حرفش گرفت. با این حال نخواستی ناراحتش کنی. گفتی خب من آرزو میکنم. گفت چی؟ گفتی آرزو میکنم اون نخل گوشه حیاتتون بار بیاره. گفت یه چیزی بخوا که بشه. بابا میگه اون نخل پاسوز یه آدم بیبار شده. پرسیدی یعنی هیچ وقت رسیدن خارک‌هاشو نمیبینه؟ جمله آخرت غم در دلت نشان.
با این حال خودت را با تصور لحظه‌ای که باز هم با عبدالله به کلوب می‌رفتی دلگرم می‌کردی. اما نمی‌دانستی آن روز هم مثل بار آمدن خارک‌های نخل تنهای گوشه حیات محال است. دفعه بعد رئیس کلوب تو را به اتاقش فراخواند و محترمانه گفت جناب سرهنگ شیروانی امر فرمودند همراهتون حق ورود ندارند. خیلی متاسفم خانم. تیرت به سنگ خورده بود. عبدالله زودتر فهمید. خواست دلداریت بدهد که کاش نمیداد. ناراحت نباش سیما. همون یه دفعه از سر منم زیاد بود. به پسرعموم گفتم هیچ باورش نیومد. دلت برای یک همصحبت تنگ شده بود. به یاد صمیمی‌ترین دوستت افتادی، کاترین عدل. تنها شماره‌ای که از کاترین داشتی شماره منزل پروفسور بود. زنگ زدی و بعد از درددلی کوتاه از پروفسور شنیدی که همسر کاترین دلش نمی‌خواهد شمارهشان را کسی غیر از پدر کاترین داشته باشد. قرار گذاشتید آخر هفته بعد کاترین را بیاورد منزل خودشان تا با هم صحبت کنید. تا آخر هفته شاد بودی. مثل وقتهایی که فیلم‌های 120 دوربین لوبیتل پدر را میدادی برای ظهور و یک هفته صبر می‌کردی تا عکس‌ها ظاهر شوند و در تمام آن یک هفته با عشق یک اتفاق جدید خوشنود بودی. آخر هفته که برای زنگ زدن به خانه پروفسور عدل باید به مخابرات خرمشهر می‌رفتی با التماس عبدالله را با خودت بردی. برای تو که با صدای زنگ تلفن بزرگ شده بودی خیلی سخت بود شماره دادن به مسئول باجه‌ها و نشستن و انتظار کشیدن تا بلندگو صدایت کند و شماره کابین را بگوید. بعد بروی توی یک اتاقک چوبی تنگ و بوگندو درش را ببندی و گوشی را برداری. کسی تو را به آن طرف خط وصل کند و بدانی که هر وقت اراده کند میتواند بیاید روی خط و حرفهایتان را گوش کند. برای همین حرف زدنتان ناخودآگاه رسمی شود. دست آخر هم دلهره داشته باشی که نکند پولت برای هزینه مکالمه کم باشد. تو دیگر دختر سرهنگ شیروانی نبودی، عروس یک خانواده فقیر بودی. گوشی را که برداشتی کاترین گفت سلام بر عروس خوشبخت. گفتی کاترین کله خر کدوم خوشبختی؟ دست به دلم نذار که خونه. بعد برایش از تفاوت نگاه خودت و عبدالله گفتی و از دلتنگیت برای زندگی مرفه گذشته. کاترین با شنیدن حرفهایت کم کم لحنش را عوض کرد و نیم ساعتی بعد گویی داشت با یک غریبه صحبت میکرد. گفتی دارم از گرما میپزم. اینقدر در این تابوتو باز و بسته کردم دستم درد گرفت. اون وقت تو چی تحویلم میدی؟ ببینم کاترین واقعا حالت خوبه؟ گفت هیچ وقت بهتر از این نبوده. فکر میکردم لااقل تو خانواده شیروانی عاقبت بخیر شدی ولی اشتباه میکردم. گفتی کاترین چی میگی؟ اونقدر دلم تنگ شده واسه اون خنده هات اون لودگی ها. حرفت را قطع کرد. بر گذشته ها صلوات بفرست. به پول نیاز داری؟ گفتی نه. گفت پس چی میخوای؟ دوباره همون مهمونی های گناه‌آلود گذشته؟ فکر میکردم درد مردم بتونه عوضت کنه ولی اشتباه میکردم. به خداوند بزرگ پناه بیار و رابطتو با اون قوی کن تا از بند این دلسردی ها خلاص بشی. گفتی کاترین دستم انداختی؟ یادت رفته هم کلاسی میرفتیم پارتی میرفتیم؟ گفت سیما شیروانی همه هر روز در حال تغییریم. منم آدم دیروز نیستم. حالا کاترین عدل همسر بهمن حجتم. دلخور از لحن رسمی و غیر دوستانه اش خواستی گفتگو را قطع کنی که خود پروفسور گوشی را گرفت و یادت آورد که بهمن حجت مذهبی است و کاترین هم از شوهرش تأثیر پذیرفته و به خاطر بیمهری پیشین و جواب ندادن به تلفن‌هایش هم از تو دلخور است. در آخر گفت هرچه نباشه ما فامیلیم. هر وقت دلت تنگ شد همینجا زنگ بزن. قول میدم من پیرمرد خبرای فامیل رو دونه بدونه بهت بدم. به این نتیجه رسیدی که این مرارت ها بی حکمت نیست. همه را از آه پدرت می دانستی. از شکستن غرورش. وقتی جلوی آن محضر نزدیک میدان راه آهن به طرف جیپ آهویش رفت و گفت برو و بدون که دیگه دختر من نیستی معنی حرفش را نفهمیدی. درک نکردی که دارد میگوید از این به بعد من سرهنگ شیروانی نسبتم با تو آدم حقیر و نفرت انگیز و خودخواه را نفی می کنم.
نتوانستی بفهمی که او فردای تو را از خودت بهتر می‌بیند. از آن لحظه که زیر سقف چوبی و بوریاهای خشک محضر بعد از اولین سؤال عاقل بله را گفتی، پدرت این برخورد سرد کاترین را می‌دید. با اینکه هیچ وقت خواهر سلیطه عبدالله را ندیده بود، صدای سرکوف‌هایش را می‌شنید، همانطور که صدای تمسخرآمیز فامیلتان را پیشاپیش شنیده بود. زخم زبانهایشان را با تمام جانش حس کرده بود، ولی تو خودخواه کاش وقتی آخرین اخطارش را میداد، وقتی میگفت این خمره عسل تهش به گوه میرسه، میفهمیدی یعنی چه. ته آن خمره را نه تنها پدر تو که پدر عبدالله هم پیشاپیش دیده بود. وقتی بعد از ماه عسلت در اتاق را به روی دیگران باز کردی، تازه فهمیدی پدر عبدالله هم با ازدواج شما مخالف بوده. بعدها دلایلش را بهتر درک کردی. با این حال تا در آن خانه بیدر و پیکر بودی، اگر کسی بعد از خدا به داد تو رسید، پدر عبدالله بود. فکر میکنی اگر در آن روزهای خرمشهر پدر عبدالله نبود چه میکشیدی؟ او فرشته نجاتت بود. مادر عبدالله هم اوایل تندی میکرد، اما وقتی تنهاییت را دید مهربان شد. بعدها که از آن محیط دور شدی و توانستی دور از تعصبات کور به گذشته فکر کنی، به این نتیجه رسیدی که هیچ کدام آن آدم‌ها بد نبودند. تو وسیله ناجور بودی. تو خودت را به زندگی آنها آویزان کرده بودی. تو عروس بی‌جهیزیه آنها بودی. تو ایرادگیر عبدو بودی. تو بی اجازه شوهرت هر غروب آرایش می‌کردی و می‌رفتی لب جاده تا خودت را برسانی به آبادان یا اسکله خرمشهر تا با دیدن آدم‌های شبیه خودت احساس آرامش کنی. تو کله شقی می‌کردی و به آداب و رسوم خانواده عبدالله بی احترامی می‌کردی و در همان روزهای رفتن به خرمشهر و آبادان بود که آن جوان موقر قد کوتاه سر راهت قرار گرفت. با دیدن یکی از همان آدم‌های زندگی گذشته‌ات گل از گلت شکفت. اگر پای او به زندگیت باز نشده بود، شاید هنوز هم خرمشهر بودی. اولین بار که ملاقاتش کردی، ناخودآگاه پرتاب شدی به دنیایی که تا چند ماه پیش به آن تعلق داشتی. گفتگو با یک جوان آدابدان باسواد حالت را عوض کرد. وقتی قاشقش را توی فنجان نسکافه چرخان و با چند ضربه آرام به لبه فنجان تکان و گذاشتش توی بشقاب چینی، رفتی به دنیایی که خیلی از آن فاصله گرفته بودی. آن صورت یک دست تراشیده و موهای صاف شانه خورده، آن کش شلوار و کروات رنگ روشن که در گرما هم گویی به تنش چسبیده بود، از خود بی خودت کرد. مهربانانه به چشمهای عسلیش چشم دوختی و برای هر کلمه‌ای که شمرده از دهانش خارج میشد سر تکان دادی. بعد از صرف عصرانه چشم دوخت توی چشمهای تو و گفت یک کمی خستگی توی این چشم‌ها می‌بینم و یه ذره افسردگی. دوای درد افسردگی شما قدم زدن تو بازار شلوغه. حاضرید؟ با لبخندت درخواستش را پذیرفتی. دقایقی بعد در بازار بودید. بازار پر از هیاهوی مردم، بوی تند ماهی، صدای ماهی فروش‌ها، عطر برنج و چای و ترشی و سمبوسه. میشنوید خانم شیروانی؟ این صدای زندگیه. گوش کنید. به گفتگوی مردم توجه کنید. این یعنی نبض زندگی. ایستادی. چشمهایت را بستی و به آنچه گفته بود فکر کردی و با شنیدن هیاهوی مردم یکباره احساس سبکی کردی. نفسش که به صورتت خورد چشم گشودی و گفتی آقای مجد شما یک فرشته اید. خب فصل اول این کتاب تمام شد و امیدوارم که خوشتون اومده باشه از روایت داستانی این کتاب. به نظر من کتاب زیبایی هستش، ارزش خوندن تا انتها رفتن رو داره. اگر براتون مقدور بود و دوستش داشتید تهیه کنید و حتما این داستان زیبا رو بخونید. داستان کمی غم انگیز هستش ولی داستان قشنگیه. از اینکه با من همراه بودید سپاسگزارم. تا وایس بعدی، خدا نگهدارتون.